نکته اول برای جوان افغان ثبات و امنیت است. معنی ثبات چیست؟ حاکمیت قانون. ثبات توسط برچه نمیه، ثبات توسط حاکمیت قانون میه. در چارچوب حاکمیت قانون جوان افغان هویت خود پیدا میکنه. جوان افغان مجبور ساختن که به دروازه تکه‌دارای قومی بره. در دولتی که ضوابط بر روابط حاکم باشه و حاکمیت قانون باشه، جوان افغان مثل گل وارد نشو و نما میکنه. ما صلح میخواهیم، اما صلح پایدار. معنی از این چیست؟ دولت به شرکت سهامی تقسیم کرده نمید. بعد از دور دول عوض ما میخواستن که بیایم در شرکت سهامی سهم بگیریم و باز مردم پیش ما آمدن فلانی ولایت میخوایم، فلانی وزارت میخوایم، ریاست مستقل، سفارت. میفهم من چی گفتم؟ دم خودی نیکه جایداد نداشت در روی بخم. تا کرایه تاس درکرد اختیار دنورو اختیار ده تاس ده. که این موضوع دوم است، مشارکت و عدالت. جوان افغان امروز از بی‌عدالتی رنج میبره. جوان افغان امروز امرای 100 مشکل بی‌عدالتی دچار است. اول تحصیل یافته‌ایتون ببینید. بار اول است که فضل خدا ما خواهرای تحصیل کرده داریم، از شغنان گرفته تا کابل و ولایت عمده. مقابلشان موانع ایجاد میشه، میگه کو تجربه کاری. این چه قانون مزخرف است که تجربه کاری از فارغ تحصیل خوانتون میکنه. اول تخم بود اول مرغ. معنی مشارکت چیست؟ معنی مشارکتی است که دولت مبدل میشه به یک شرکت ملی که در او هر جوان سهمدار باشه و در طول عمر سهمش زیادتر میشه نه کمتر.